بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسان موفق چه کسی است؟ انسان موفق یعنی انسان مثبت اندیش، انسانی که فقط افکار مثبت داره و فقط خوبی ها رو میبینه و امیدواره. انسان موفق انسانی هست که سعی میکنه مغز سالمی داشته باشه و در سلامت زندگی کنه. حرفها و افکار درونی و حرفهای بیرونی کاملا با هم متفاوته. کسانی می توانند انسان موفقی باشند که افکار درونی و داخلی خودشون رو کنترل کنند و سیستم افکار و گفتار درونی رو فقط از منفی به مثبت تبدیل کنند. انسان‌هایی که از نظر روحی، ازدواج، امکانات اجتماعی، درآمد، انسان‌های موفقی هستند، انسان‌هایی هستند که بسیار سعی می‌کنند، تلاش می‌کنند، فالوور دارن، دنبال کننده دارن، خسته نمیشن، ناامید نمیشن و اجازه نمیدند که منفی ها زندگی اونها رو کنترل کنن. انسان‌های موفق انسان‌هایی هستند که شکست خوردند، اذیت شدند، زمین خوردند ولی بلند شدند، امیدوار هستند، فال نیک میگیرند، مهارت دارند در کنترل افکارشون و در کنترل شخصیت، کلام، برخوردشون. افرادی هستند که احساساتشون رو کنترل می کنند. در وقت عصبانی شدن، ناامید شدن، غمگین شدن، مثبت فکر می کنند و مثبت نشون میدن. همه چیز رو خوب می بینن. تأخیر در کارها رو خیر می بینن. نشدن کاری رو خیر می بینند و به زندگی امیدوارند. انسان‌هایی هستند که ایمان دارند به خداوند و قدرت و یقین دارند، توکل می کنند، انرژی مثبت دارند و با خودشون میگن چرا بترسم؟ چرا ناراحت بشم؟ چرا دلگیر بشم؟ من میدونم که خدای بسیار بزرگی دارم. اونها میدونن که همه چیز به خدا برمیگرده و خدا اگر بخواهد همه چیز را درست میکنه. اونها سعی و تلاش میکنند و دست از ناامیدی، غصه خوردن و غصه دار شدن برمیدارند. افراد مثبت اندیش مطمئن هستند و یقین دارند، عکس انسان‌هایی که ایمان ندارند و شیطان کنترل اونها رو در دست گرفته و همانطور که خداوند در قرآن فرمود شیطان وعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر رو میده. 99% از مردم مشکلاتشون به خاطر امور مالیه. اونی که نداره و فقیره نگرانه که چرا نداره و اونی که داره و غنیه بیشتر میخواد. پس ما اینجا دو نوع فقیر داریم، فقیر نفس و فقیر دست. فقیر نفس کسی هست که هرچه داره قانع نیست و شکر خدا نمیکنه و مثبت اندیش نیست و همیشه دم از نداری، خراب شدن ارز، بالا رفتن ارز، گران شدن سکه، بازار خراب و مشکلات میزنه. و فقیر دست که همیشه دستاشو میبینه که خالی هست. هر دوی اینها ایمانی به خداوند ندارند. ضعف ایمان باعث ضعف رزقه.
مگر خداوند نفرموده رب السماء والارض، فرموده و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بعضی از مردم نماز میخونن، حج میرن، روزه میگیرن و حرام میخورند، چون ایمان ندارند که اعمال خوب کافی هست و خدا کافی هست برای رسیدن به رزق و روزی و یقین و آرامش. همه مردم میدانند که میمیرند، ولی چنان در زندگی و دنیا برای جمع کردن پول دست پا میزنند که گویی تا ابد زنده هستند. انسانی که کلمات مثبت رو با خودش تکرار میکنه انسانی است که دائما در اندیشه مثبت و افکار مثبت و دنبال اعمال مثبت. عملکرد مغز انسان مثبت‌گرا خیلی فرق میکنه با عملکرد مغز یک انسان منفی. انسان منفی درون مغزش پر از فرکانس های سیاهی، تاریکی، نشدن و نیستی است، ولی درون مغز یک انسان مثبت‌گرا پر از حاله سبز، پر از عشق، پر از امید، پر از فرکانس خوبه. طوری که شما اگر با یک انسان مثبت‌گرا با اندیشه مثبت، اعمال مثبت و کلام مثبت روبرو بشید، ناخودآگاه انرژی خوبی رو از اون دریافت میکنید. بزرگترین و مهمترین بخش بدن انسان مغز، نگید عضلاته. مغز سالم میتونه از شما یک شخص جدید و قوی بسازه. سلام، سلامت، سالم. یعنی اگر مغز شما سالم باشه، زندگی، بدن و همه چیز در سلامت و آرامش به سر میبره. یا سلام اسم خداست، از صفات خداست. 5 دقیقه با خودت تکرار کن. سلام، سلامتی، سلامتی میخوام. اسلام، سلامتی و آرامش میخوام برای خودم و اهل زمین. به جای اینکه به ترس، کمبودها، بدبختیها فکر کنی، به این کلمه فکر کن. سلام. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، لا اله الا الله، الحمد لله. این کلمات رو تکرار کن و تکرار کن تا تأثیر مثبتش رو ببینی. بزرگترین منبع انرژی مثبت، الله نور السماوات والارض، انرژی خدا و کلام خدا و قرآنه. کیو میخوای صدا بزنی؟ شاه رو، نخست وزیر رو، رئیس اداره رو، زنت رو، همسرت رو. و کل من علیها فان، همه چیز نابود میشه غیر از خداوند بزرگ که ماندگار است و تا ابد میماند. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، سبحان ربی العظیم. انرژی کلمات و اسما و اذکار قرآنی بسیار عجیبه. کلمات ایجابی ایجاب میکنه، به وجود میاره، مثبت، با فرکانسی زیبا، با رنگ های دلنشین. این فرکانس ها و این رنگ ها بر سلول های مغز شما تأثیر میگذارد و باعث نشاط سلول های مغزی میشه. بهترین دوا، بهترین کلام، بهترین تفکر، کلمه الله، خداوند و تفکیر به خدا و ایمان و در سلام زندگی کردنه. نه در استرس، دلشوره، نگرانی و حزن. چرا؟
چرا به جای مثبت اندیش بودن، خوب زندگی کردن، منفی گرا هستید و بدیها و منفیها را جذب می کنید؟ به خودتون جواب بدید، آموزش ببینید، فکر کنید و از امروز تصمیم بگیرید که انسانی مثبت شوید. السلام علیکم.